سرخط خبرها. استقلال یا بی‌پروایی در برابر هشدارهای امریکا. کابل در میان موجی از هشدارها و نگرانی‌های واشنگتن زندانیان خطرناک را رها کرد. دست کم در یک مورد خیال کمیسیون مستقل انتخابات راحت است. بودجه کافی برای احتمال برگزاری دور دوم انتخابات در اختیار کمیسیون. و کشاندن پای بزرگترین حامی افغانستان به ناامنی‌ها در این کشور. شورای عالی صلح میگوید امریکا در افغانستان دنبال منافع خودش است و در نابودی لانه‌های هراس افغانی در بیرون ناکام بوده. با سلام با مهمترین ها از افغانستان و جهان تا این ساعت از یک خوش آمدید. امروز پنجشنبه 24 دلو برابر می شود با 13 فوریه سال 2014 میلادی. من جمال ناصر فرهمند هستم با خبرهای این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خبر می دهد. پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز از احتمال جنجالی شدن نتایج انتخابات و کشانیده شدن آن به ما از جامعه جهانی تعهد می خواهیم که قسمی که قانون اساسی افغانستان گفته با شدن راند اول انتخابات، اگر در راند اول انتخابات نتیجه نگرفتیم، رئیس جمهور تعیین نشد، 2 نفر بار آمدن بیرو کمتر از 50% ولی اول بودن، طبق قسم قانون گفته در خلال مدت 2 هفته باید انتخابات دیگهش برگزار شود. چرا 5 ماه؟ چرا 4 ماه؟ ترتیبات بگیرن از میاره بکنن انتخابات. پس ما انتخابات خود با موقع میخواهیم و انتخابات دومش در ظرف 2 هفتهش میخواهیم. این 11 نامزد ریاست جمهوری هر کدام ادعای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را دارند، اما در محافل سیاسی گفته‌هایی وجود دارند که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری در دور اول برنده انتخابات نخواهند شد. انتخاب کنند. سیاست‌های نادرست و پیچیده امریکا علت اصلی ناامنی در افغانستان و منطقه است. شماری از اعضای شورای عالی صلح از راهبرد امریکا در افغانستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند این کشور در افغانستان به دنبال منافع خودش بوده است. در این حال در نشستی در کابل نمایندگان تاجیکستان به افغان‌ها توصیه می‌کند که مردم افغانستان باید از حضور امریکا مبتنی بر منافع ملیشان استفاده کنند، ورنه در 12 سال باید افغانستان به امنیت دائمی می‌رسید. سفارت ایالات متحده امریکا از آزادی 65 زندانی بگرام ابراز تأسف می‌کند و کابل را مسئول پیامدهای ناگوار این تصمیم می‌داند. از بامداد امروز کار رهایی این زندانیان آغاز شد و به گفته وزارت دفاع ملی تا پیش از چاشت همه این 65 زندانی آزاد شدند. هر چند ساعتی پیش از آزادی این زندانیان وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نگرانیش را در این باره ابراز کرد و خواستار جلوگیری از عملی شدن این تصمیم از سوی کابل شد. این کمیسیون تاکید می‌کند بودجه برگزاری انتخابات دور دوم را دارد. بر بنیاد قانون اساسی در صورتی که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری 50.1% آرا را دریافت نکنند، انتخابات ریاست جمهوری برای بار دوم میان 2 نامزدی که بیشترین آرا را دریافت کردند. این کمیسیون تاکید می‌کند بودجه برگزاری انتخابات دور دوم را دارد. بر بنیاد قانون اساسی در صورتی که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری 50.1% آرا را دریافت نکنند، انتخابات ریاست جمهوری برای بار دوم میان 2 نامزدی که بیشترین آرا را دریافت کردند برگزار می‌شود. در همین حال نیروهای کماندو در تامین امنیت روند انتخابات نقش مهمی خواهند داشت. معاون ستاد ارتش ملی میگوید که این نیروها حتی میتوانند در برگزاری انتخابات شفاف نقش برازنده‌ای داشته باشند. وی تاکید میکند که مردم در روز انتخابات بدون کدام هراس پای صندوق‌های رای بروند و رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب کنند.
una cosa, ad un'arte sole, ariarsi frenna, dopo una tempesta. O sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. این بود خبرها که تقدیمتان شده. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتان خوش. خدا نگهدار.